فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهری از کردستان سوال کردن، کردستان ایران سوال کردن که میخواستم درباره نقاب برای ما توضیح دهید. آخه در مذهب شافعی نقاب واجبه و در منطقه ما هیچ کس نمیزند و بیشتر جلب توجه میشیم که اگر بزنیم. بفرمایید. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. در اصل در موضوع نقاب چیزی است که یکی از یا حجاب و پوشاندن مواطن جاهای شهوت برانگیز در انسان چیزی است که بر اساس آیات های قرآن کریم همه زنان مسلمان با او مکلف هستند و کوتاهی محیط جامعه باعث این نمی شود که انسان از ادای مسئولیت و ادای آنچه بر او فرض هست خودداری بکنه. مثلا بعضی ها حتی این بهانه در افرادی هست که بیشتر در خانم ها هست و حتی در مردها هم هست، در محیطی هستن که هیچ کس نماز نمیخونه. میگه اگر ما نماز بخونیم واقعا این سوالا پیش میاد دیگه، این سوالا رو میکنن، جلب توجه میشه و یا که نماز بخونیم یک چیز مسخرهمون میکنن یا شکل مسخره یا دیگرگون معلوم میشه. این چیزی که فرض هست بالای تو و باید ادا بکنی و باید دیگرها را هم به این دعوت کنی و باید تو فرهنگ سازی کنی برای این واجبه اسلامی و این امری که لازماً بالای همگی ما و شما هست. نه ای که به خاطر ای که دیگرانی که انجام نمیدهند ما هم ترک کنیم. پس اینجا چیزی از شکست روانی یا که نفسیاتی به شمار می رود که در عموم بسیاری ها یعنی به اساس ضعف ایمان گرفتاری او هستند و از الله تبارک و تعالی دعاگو هستیم که ما و عمومی مسلمان ها را از این شکست روانی و ضعف ایمانی که باعث واگذاری اساسات احکام شرعی هست حفظ بکنه.